رمضان این ماهی همکاری اجتماعی است. ماهی همکاری اجتماعی است. پس ای برادر روزدار و خواهر روزدارم، از فضیلت‌های ماه مبارک رمضان آن است که این ماه تربیت بر اساس همکاری‌های اجتماعی پیش می آید. همکاری‌های تعلیمات و تعلیم و راهنماهای دینی. جزاک الله خیر. که انسان در خوشی و در سختی ها هم با همدیگر دستی یاری دراز کنند. پس این اسلامی عزیزی ما و شمایان چونین همکاری و دستگیری را از سختی ها برآوردن از خانواده خود آغاز کرده است. سپس دایره آن وسیع می شود. سطح خویش و تباری، مهربانی، همسایگان قرار می گیرد. بعداً باز دایره وسیع‌تر شده می گیرد. سطح جامعه و شکل عمومی فرا می گیرد همه اینها را. از خرد تا بزرگ، از فقیر تا غنی، از امیر تا بیچاره، همه کس در این همکاری باید شریک باشند و همه این برادران و خواهران گرامی برای با واسطه دراز کردن دستیاری قرار میگیرد. دراز کردن دستیاری ثروتمندان بر فقیران، با مالشان، با زکاتشان، با صدقه هایشان، با کمک های مادی و معنوی صورت میگیرد. این کمک ها نشان میدهد که این انسان احساس انسانی دارد، احساس محبت دارد، از پروردگارش میترسد، زکاتش را، صدقاتش را میبرارد و فقیر را هم در این ماه گرسنه میگذارد. همین است که جامعه اسلامی باید در زیر این گونه سایه ها قرار بگیرد. منفیت های همدیگر بر همدیگر دست کمک دراز نماید. با یک محبت پاک، با یک برادری نمونوی که ثروتمندان و دارایان امت و توانگران آن خود را طرز به دیگران نشان بدهند که آنها غمخوار این امت هستند. وقتی که گرسنه و گرسنگان را دیدن، احتیاجات آنها را پی بردن، باید بر آنها با احساس محبت دست بگیرند. این هم یک درس بزرگ است که بیشتری از مردم، از مسلمان، از ثروت دارایی ها این را درک کردند و درک میکنند و روز به روز بیدار شده ایستادند. این است مسئولیت. یک ماه مبارک یک انگیزه های بخشش و عطا کردن و سخاوتمندی و جود باید قرار بگیرد. انگیزه های خودخواهانه پستی را از خود دور کند، از غرور و کبر و حسد و دروغ دور شود و بر اینها غالب بگردد و این صحیفه های بخیلی که در غیر رمضان بود در این رمضان قرار نگیرد و این خسیسی و طمعی که در آنجا بود این در این معاملات رمضانی باید دور بگردد. چنانکه شاعر میگوید الله اعطاک فبذل من عطیته. الله بر تو عطا کرد، پس تو نیز از آن چیزی که الله بر تو عطا کرده است ببخش. فالمال عاریة والعمر رحال. که مال یک امانت است و عمر انسان هم رفتنی است. برای همین این ماه بخشش ماه دعوت و تشویق است و شتاب کردن برای آگاه شدن از احوال دیگران، از احوال فرزندان مسلمانان و کوشش برای شاد گرداندن غم دیدگان و نزدیک شدن به دلهای آنها. شاعر میگه که ازرع جمیلا ولو فی غیر موضعه. نیکویی رو بیکار حتی اگر در غیر موضعش باشد، حتی اگر در جای نامناسب هم باشد، این نیکویی رو بیکار. فلن یضیع جمیل اینما زرع. این نیکویی، این زیبایی که هر جا که کارده شده است و از بین نمی رود. این الجمیل و این طال زمان به. زیبایی اگرچه زمانه بر او دراز بگردد، فلیس یحصده الا الذی زرعها. پس هیچ کسی آن را نمی درآورد مگر آن کسی که آن را کاریده است. پس برادر ایمانی، خواهر ایمانی، پس در این ادامه دادن عملت در این ماه‌های بزرگ و شب‌های مبارکش از پرسیدن حال، از صرف کردن مال، در بسیار صدقه دادن، از بخشش ها ناآگاه نمان و از فقر و تنگ دستی هم نترس که تو مال بدهی مالت کم بگردد. پس چقدر بزرگ است که فرزندان این امت در گوشه و کنار جهان قرار دارند و آنها نیازی بر ما دارند، ما بر آنها دست کمک دراز نماییم. چه یک خوشحالی، یک احساسی نیکویی است. با مالهایمان، با بخششهایمان، با دعاهایمان از همه کمترین چیز. اگر هیچ چی نمیتوانی پس دعا کن. برای همین رسول الله گفتند که در حدیث فرموده که مثل المؤمن فی توادیهم. مثال مؤمنان در دوستی و رحمدلی و مهربانیشون مثل یک جسم هستند که مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو. مثال مؤمنان در دوستی و رحمدلی و مهربانیشون مثل یک جسم هستند. اگر
گاه عضو درد کند، تمام جسم با تاب و بیداری دعوت میکند، همدردی میکند، به همدردی میخیزد. در روایت احمد و دیگران: پروردگار در دنیا به ما نکی عطا کن و در آخرت هم بر ما نکی عطا کن و ما را از آتش جهنم نگاه دار و پروردگار ما را از ظلم و تاریکی ها ایمن نگاه دار. و قول الله سبحانه و تعالی را فراموش نکنیم که فرمودند مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال آن کسانی که مالهای خود را در راه الله سبحانه و تعالی خرج میکنند، کمثل حبة انبتت 7 سنابل، مثال یک دانه است که از یک دانه 7 خوشه می‌آید. فی کل سنبلة 100 حبه، که در هر یک خوشه 100 دانه از گندم است. تو یک دانه دادی و به 7 دانه بر 700 دانه اضافه شد. والله یضاعف لمن یشاء، الله برای هر کسی که بخواهد اضافه میکند. والله واسع علیم، الله علیم است، علمی و الله وسیع است. بارک الله فیکم.